مسابقه داریم با آقای سید مجید امامی جامعه شناس که خودشون متخصص در واقع سه تحقیقات میدانی در این حوزه انجام دادن. اگر شما صدای من رو دارید آقای امامی؟ بله صدای شما رو دارم. سلام. بله خواهش می‌کنم. خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. آقای امامی عزیز خیلی لطف بکنید خیلی سریع اگر ممکنه، شما تحقیقات میدانی زیادی درباره همین چیزی که قبلا گشت ارشاد اسمش بود و بعد هم گشت امنیت اخلاقی اسمش در واقع گذاشته شد انجام دادید. خیلی شسته رفته و خیلی خلاصه یک نتیجه تحقیقاتتون رو تا اونجا که میتونید با ما در میون بذارید و دوم تحلیل خودتون رو به ما بگید و جمع‌بندی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود خدمتتون که خیلی خلاصش اینه که در مورد گشت نیروی انتظامی نبوده این تحقیق، در مورد وضعیت و در واقع گونه شناسی حجاب بوده توی معابر عمومی تو سطح شهر تهران و یک دو تا شهر دیگه که البته به همت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور انجام شده و بنده حالا تا حد زیادی تو طراحیش و تو راهبریش در خدمت دوستان بودم. ببینید خلاصه و مختصر اون چیزی که فکر میکنم به درد برنامه جناب عالی بخوره و قابلیت استفاده داشته باشه این هستش که اون چیزی که به عنوان وضعیت خیابونها و وضعیت ترددگاه‌ها و منظر و سیمای شهر ما در موردش داریم صحبت میکنیم همینی هست که قضاوت عمومی در موردش هست، یعنی بالغ بر یعنی حدود 70% مترددین خانم و حدود 60% مترددین آقا در خیابون‌ها و ترددگاه‌های 22 منطقه شهر تهران و حتی مثلا شهرهایی مثل شهر اصفهان به نحوی از آنها دارای آسیب پوششی و آرایشی هستند. البته باید توجه داشت که معمولاً کسانی که خواهان حضور در معابر و در خیابان‌ها و اینها هستند و بیشتر توی رندوم همچین تحقیق میدانی میافتند طبعاً کسایی هستند که خب بیشتر تبرز دارن و بیشتر امکان بدحجابی و بدپوششی در موردشون هست. لذا ما نمیتونیم اینو تسری بدیم به کل جامعه تهران یا کل جامعه ایران. بعد یه عرض میشود خدمتتون تحلیل ثانویه داره، در واقع یه سری متغیرهای غیر از پوشش تو این مطالعه میدانی که کاملا مشاهده شده، یعنی افراد حدود 60-70 آیتم در مورد پوشش و آرایششون توی فرصت 10-15 دقیقه‌ای که تحمل میکردن و گفتگو میکردن با پرسشگرای ما اینها دقیقاً تحلیل شده، گرفته شده و همبستگی این بین با مصرف رسانه‌ای اینها گرفته شده که خب طبعاً بیشترین تأثیر و بیشترین رابطه بین بدپوششی با ماهواره بوده، بعدش حتی میشه گفت موسیقی، بعدش میشه گفت این دلیل این نمیشه که موسیقی علت بدحجابی ها، ولی معمولا کسایی که موسیقی بیشتر گوش میدن یا بیشتر ماهواره میبینن و حتی تلویزیون داخلی در مورد خانم ها و در مورد خانم هایی که از چادر استفاده نکردن حتی رابطه و همبستگی داشته. خیلی جالبه این نکته. اون چیزیش که فکر میکنم به درد برنامه جناب عالی بخوره این هست که ما در مورد مسئله بدپوششی بایستی به شدت بدپوشش ها یا در واقع آسیبدارهای پوشش از نظر پوشش و آرایش رو به سه دسته مهم تقسیم کنیم که تو این تحقیق در واقع این طبقه بندی بر اساس شاخصهای شرعی و عرفی انجام شده. یه دسته کسانی هستن که شل حجاب یا کاهل حجابن و در واقع اصلا همونطور که قبلا تو گفتگوها خدمتتون میگفتیم تو جلسات اساساً انتخاب یه پوششی که شما به لحاظ شرعی یا عرفی بهش بگی حجاب جزء انتخابشون نیست. البته قصد بدحجابی هم ندارن. یعنی اگه از اونها بپرسید که خب شما بر اساس کدوم تحریک فلان شبکه ماهواره‌ای یا بر اساس کدوم مطالعه مثلا فلان کتاب اشکال دار و مشکل دار تصمیم گرفتید که از امروز بدحجابی بکنید، اصلا به شما مات میمونه و میخنده. اگه 100% بگیریم کل جامعه‌ای که کل جامعه‌ای که آسیب پوششی داره حدود 95%ش اینجا قرار میگیره. یعنی 95% کسانی که مشکل پوششی و آرایشی دارن تو همین ترددگاه‌ها، در خیابان‌ها، در معابر، ایستگاه‌های مترو، اینها یه همچین وضعیت پوششی دارن. 94%. حدود 4% هستن که قبول دارن که کارشون یه تخلفه و یه هنجار شکنیه و در واقع ویژگی پوششی و آرایششون این رو داد میزنه و حدود 1% وجود دارن، 1 تا 1.5% وجود دارن که نه تنها دارن تخلف میکنن بلکه به طور سازماندهی شده‌ای
در صدد این هستن که حریم و اون خط انتظار از پوشش آرایش رو به هم بزنن و در واقع اینا همون آیان که بعضا خبرنگارای خارجی که میان تو ایران در موردشون قضاوت میگن ما همچین چیزایی رو توی غرب واقعا ندیدیم و همچین وضعیتی رو یا همچین خانوم‌هایی رو یا حتی بعضا آقایونی رو. من فکر میکنم این تفکیک خیلی مهمه در مورد این که ببینید ما حتما تو سیاست‌های اجتماعی یه ساحت ارشادی ترویجی داریم، یه ساحت تشویقی تسهیلی داریم و یک ساحت انضباطی تنبیهی. حتما باید در درصدگیری 1% حجم سیاست‌های اجتماعی ما تو حوزه حجاب به امر انضباطی اختصاص پیدا بکنه. این به این معناست که 99% دیگری باید آن طرف لیوان باشد که سیاست‌های تسهیلی تشویقی و سیاست‌های ارشادی توجیهی حوزه حجاب رو یدک بکشه که طبعاً بخشش وظیفه حاکمیتی، بخشش وظیفه جامعه مدنیه. این حاکمیتی نگاه کردن هم خودش یکی از آسیباییه که ما که در واقع اشکال میگیریم یا ما که نقد میکنیم بهش مبتلاییم. خیلی ممنون آقای امامی، دست شما در نکنه. خیلی ممنون که وقت گذاشتید و نظرات کارشناسی رو با ما در میون گذاشتید.